حمید. و جاعل الذین گرداننده است، الله میگه گرداننده است کسانی را اتبعوک که تابعداری تو را میکنه. عام است نصارا و مسلمانا کلگی. چرا تابعداری عیسی علیه السلام؟ نصارایی که واقعا عقیده حق داشتند در او زمان و بعد از او مسلمانا ای را دارند. چرا تابعداری عیسی علیه السلام میکنه؟ به خاطر که رای یا منهج عیسی علیه السلام بود که فعبدوه، عبادت یک چی را بکنه؟ الله را. و ما عبادت یک الله را میکنیم. در این صورت دیگه مراد از پیشش غلبه مسلمان است بالای کل امتایی که در دنیا وجود داره. مسلمان ها واقعا غلبه داره، یعنی الله ای را غالب میگردانه. البته دو قسم غلبه، یک قسم غلبه دلیل، از نگاه دلیل هیچ کس سر مسلمان بالا نیست. از نگاه عمل که عملا دیده شود کی غالب است، او در زمان کیست؟ بگو عیسی علیه السلام که نازل میشه و همچنان مهدی که پیدا میشه و جهاد میکنه. در او زمان کلگی قائل به است که در زیر فرمان کی نظام الله داخل میشه کلگی. بعضی مفسرین میگه که مراد از اتبعوک تنان نصارا یا قومای امو عیسی علیه السلام است. چرا یا خو کدام چی حکومت ندارن که فوق باشه بالای از وا؟ بله دارن، ولی هم اکثریت مردم دنیا را نصارا تشکیل میده و این نصارا سری در هر جای سری یهود چی است؟ غالب است. حتی که حکومتای قوی به نام یهود وجود نداره بغیر از کی؟ اسرائیل دیگه وجود نداره. از او خاطر فوقیت یا غلبه از نصارا ثابت است تا روز قیامت. گفته مراد از یعنی تا نزدیک روز قیامت. چرا نزدیک روز قیامت؟ خب باز مردم دیگه هم چی میشه؟ الله او را پیروز میگردانه. ثم الی مرجعکم، باز خاص به سوی ما بازگشت شماست. فاحکم بینکم، بله آلی خو اختلافات متنوع در حق عیسی علیه السلام پیدا کرده. یکیتان نعوذ بالله الله جرم میکنه، دیگه او را ولد زنا جرم میکنه. خب الله تبارک و تعالی فیصله میکنه در آن چیزی که شما اختلاف داره. فاما الذین کفروا، پس او کسانی که انکار میکنه از نظام حق، فاعذبهم، عذاب میدم یار عذابا شدیدا، عذاب خیلی سخت، فی الدنیا در دنیا به دست مؤمنا، والآخرت در آخرت به توسط خود. و ما لهم من ناصرین، نمی باشه به اینطور مردما کسی امداد کننده. و ما لهم نیست به اینطور مردما من ناصرین، الله کی کسی را عذاب میده هیچ کس نصرت کننده برای دفع عذاب الله وجود نداره. و اما الذین آمنوا، کسی که ایمان آورده و عمل الصالحات، عمل درست انجام میده یعنی به اخلاص خالص برای الله تبارک و تعالی و موافق نقش رسول الله صلی الله علیه و سلم، فیوفیهم، پورا میده الله اجورهم، پاداشایشانه. والله لا یحب الظالمین، الله دوست نداره کسایی که ظالم باشه. ظالم کسی است که از حد تیر شده باشه. بزرگترین کس که از حد تیر میشه او کدام است؟ که شرک میکنه نعوذ بالله و عقیده توحید نداره. ذالک نتلوه علیک، ای حکما یا احکام یا مسائل که بیان شد تلاوت میکنیم شه علیک بالای توی پیغمبر علیه السلام، من الآیات، از نشانه ها و معجزه ها، و ذکر الحکیم، از ذکر چی؟ نصیحتی که بالکل چی از طرف حکیم می باشه یا صاحب حکمت می باشه. این مثل عیسی عند الله، آلی رد بالای نصارا به اعتبار پیدا شدن یا تولد شدن عیسی علیه السلام میکنه. از این پیش خو رد بالای نصارا به این گپا شد که عیسی علیه السلام خود بنده الله و خود دعوت طرف دین الله داده بود، بلکه قوم خود دعوت به این داده بود که شما عبادت یک الله را بکنه. چطور شده میتونه که او الله شوه و بعد از خود عقیده داره که او را یهود به دار آویخته؟ آیا کسی که الله باشه به دار آویخته شده میتونه؟ قطعا نه. باز او ضرورت به بالا رفتن آسمان پیدا کرد، محتاج شد و محتاج الله شده نمیتونه. آلی رد بالای نصارا به اعتبار پیدایش خود عیسی علیه السلام میکنه که چه رقم عیسی علیه السلام پیدا شده. این مثل عیسی، یقینا مثال پیدا شدن عیسی علیه السلام عند الله، بنزد الله تبارک و تعالی، که مثل آدم و مثل آدم علیه السلام است. یعنی مثل که آدم علیه السلام بدون اسباب ظاهری، پدر مادر وجود نداشت، الله او را شکل داد و او را روح دمید دیش، آدم جور شد. اینمی قسم عیسی علیه السلام از یک ناحیه که پدر نداره چیست؟ الله تبارک و تعالی اموتور بدون اسباب ظاهری پیدا کرد شد. پس وقتی که اگر کسی ابن الله شده یا عین الله یا شریک الله شده میتونه به خاطر که چیست؟ پدر نداشته باشه.
خلاف اسباب ظاهری به دنیا آمده باشه. پس خودی چی هم در این روز چی هسته؟ خودی که آدم علیه السلام از عیسی علیه السلام کده خیلی زیاد قابل تعجب است و او را بعد ابن الله یا عین الله بگیم، حالان که خودی شما آدم علیه السلام ابن الله نمیگه، چطور عیسی علیه السلام ابن الله میگه؟ این دلیل نقض است. چرا در جایی که همون علتی که شما بیان میکنه برای ابن الله بودن عیسی علیه السلام او در آدم علیه السلام کامل است، از کی کده؟ از عیسی علیه السلام کده. اما خودتان آدم علیه السلام پدر خود میگه، او را ابن الله نمیگه. معلوم شد که عیسی علیه السلام هم ابن الله شده نمیتونه. خلقه پیدا کرد آدم علیه السلام من تراب از خاک، ثم قال له بعد از گفت برای آدم علیه السلام کن موجود شو فیکون موجود شد. الحق من ربک، الحق دو معنا داره. اینمی موضوع بالکل ثابت و راست است از جانب پروردگاری تو، یعنی پیدایش عیسی علیه السلام بدون پدر شده به واسطه حکم و فرمان الله بدون اسباب ظاهری. مردما که در این مورد اختلاف و تنازع داره، او اختلافات کلش نادرست است، نارواست، بلکه ای بینمی سیستم در دنیا آمده. از او خاطر الحق پیدایش عیسی علیه السلام ثابت است من ربک از جانب پروردگار. یا دوم الحق حق امور میگه عند الله، الحق را میگه من ربک که از جانب پروردگاری تو باشه. تعریفی حق میکنه، حق اموسته که از جانب الله بیان شود و نبوت عیسی علیه السلام و چیسته بندگی و عبدیت عیسی علیه السلام از جانب کی بیان شده؟ الله بیان شده، از بالا بیان شده، از امو خاطر از طریق رب بیان شده و حق است. فلا تکن من الممترین، نشو تو از جمله کسای شک کننده. اینجا مراد از پیش شو کسای هستند که وا کم کم شک میکنه. یعنی چی اصل در تو را میگم دیوال تو بشنو. اصل مقصدی نیست که پیغمبر شک بکنه در اینکه عیسی علیه السلام به این سیستم پیدا شده، بلکه اعتراضات و شبهات باطل یهود و نصارا بعضی اوقات انسان چی میکنه؟ متردد میسازه که یاران عیسی علیه السلام چطور باشه. دیگه تو را گفت که قطعا تردد نکو، اینمی چیسته؟ ای از جانب الله تبارک و تعالی است و الله تبارک و تعالی پیدا کرده شد. حق من ربک فلا تکن من الممترین. یا بیان تعریف حق میکنه الله تبارک و تعالی. حق اموز که از جانب الله تبارک و تعالی باشه، یعنی کدام مواصفات عیسی علیه السلام که در کتاب الله بیان شده و حق و ثابت است و گپای یهود و نصارا قابل اعتبار نیست. یعنی مواصفات عیسی علیه السلام که در کتاب الله بیان شده از جانب الله، این بالکل حق و ثابت است که عیسی علیه السلام بنده الله و رسول الله است. نه گپای نصارا درست است که را عین الله یا ابن الله یا صالح سوم الله میدانه، و نه گپای یهود درست است که را نعوذ بالله ولد و زنا معرفی کرده. از او خاطر الله میگه فلا تکن من الممترین، تو نشو از جمله کسایی که شک کننده است. پیغمبر خو شک نمیکنه، لیکن به آینده امت الله تبارک و تعالی یک هشدار میده. سوالا و اعتراضات یک تعداد مردم، شبهات یک تعداد مردم بعضی اوقات باعث میشه که بعضی مسلمانان در مورد عیسی علیه السلام در شک شود، خصوصا در عصر حاضر ما که دعوت به سوی نصرانیت خیلی زیاد اوج گرفته و خیلی زیاد دعوت داده میشه. انجیلا چاپ شده به مردم توزیع میشه، حتی به شاگردای مکاتب پت پت توزیع شده. شما این را خوب میبینی. الله تبارک و تعالی قرآن یک کتاب معجز است. در او زمان الله این را بیان کرده که فلا تکن من الممترین. بعضی مسلمان ها زیر اثر تبلیغات اینمی نصرانیت رفته و در مورد عیسی علیه السلام تصوراتی که خلاف قرآن است او را بر خود پیدا کرده. از او خاطر الله گفت که نه، آن چیزی که در قرآن بیان شده در شان عیسی علیه السلام امو درست است و تو در جمله کسای نشوی که مترددین باشی. یا دوم ترجمه است که الحق من ربک، تعریف حق میکنه، چیزی حق و آن چیزی که واقعیت داره و نموس که از جانب الله باشه، یعنی دلیلش از جانب الله آمده باشه. اینطور نمیشه که یک آدم ادعا بکنه او حق باشه. چیزی که دلیل از جانب الله داشته باشه اونو حق است. پس آن چیزی که در قرآن کریم برای تو از طرف الله ثابت میشه، بیان میشه، در او هیچ نوع شک نکنی. از همون خاطر بزرگترین اطمینان یا
بگوی تسکین قلب انسان توسط کی میشه؟ قرآن کریم. یک آدم در یک موضوع و مسئله متردد می باشه، زمانی که برای اثبات مسئله آیت قرآن بخونی باز دیگه هیچ مجال نداری، راه نداری که تو دیگه طرف بری یا شک بکنی. چرا؟ به خاطری که دلیلش چی را بیان کرد؟ قرآن بیان کرد. از همون خاطر این جمعی را این موضوع را بیان کرد که حق اموز که از جانب الله آمده باشه. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، از این معلوم میشه که در زمان پیغمبر علیه السلام و همچنان بعد از او نصارا خیلی زیاد نفوذ داره. مثلا آلی در دنیا بسیار چیسته نفوذ زیاد از نصاراست. حکومت ها به نام نصرانیت است، اگرچه طور عقیده قوی برای نصرانیت هم نداره. اکثر مملکت ها علمیانیت نظر علمانی داره، یعنی بیدین که پابند دین نباشه. از همون خاطر و دین از حکومت داری و اما نظام خود چی میدانه؟ جدا میدانه. از در اون زمان پیغمبرم نصارا مقابله و مناظره با امرای پیغمبر داشت. اینجا قرآن کریم برای ما میگه که آینده اینمی قسم صورت ها وجود داره. حالی هم اگر شما خود افغانستان و قدر زیاد اینترنت توی گپا را تعقیب نمی کنیم، حالی فعلا در سطح اینترنت بسیار مناظره ها در بین مسلمان ها و نصارا وجود داره که و مناظره میکنه. قرآن اسلوب مناظره را و آخری راه حل برای مسلمان ها بیان میکنه. اول چی طور است؟ فمن حاجک، کسی که دلیل گویی میکنه امرای تو، بحث و مشاجره میکنه فیه در فمن حاجک فیه، کسی که دلیل گویی میکنه در حق عیسی علیه السلام من بعد ما جاءک من العلم، پس از اینکه آمد بری تو دلایل مستند توسط قرآن کریم که عیسی علیه السلام ابن الله شده نمیتونه بلکه او بنده الله است و پیغمبر الله است. فقل برش بگو تعالوا ندعو ابناءنا، دلیل برش بیان کو از کتاب الله، برش دلایل بیان کو. مثل که حالی بیان شد که پیدایش عیسی علیه السلام به کدام سیستم شده، این از کجا شروع کرده بود سلسله پیدایش از پیدا شدن مریم و بعد از او عیسی علیه السلام ختم شده بود. اگر این دلایل کسی قبول نداره، آخری راه حل ایره به نام مباهله یاد میکنه. مباهله به دعا کردن میگه، به دستجمی بالای کسی که در راه باطل باشه. و این مباهله را کسی کرده میتونه که در منهج و راه خود بالکل 100% یقین داشته باشه. هر کسی را نمیتونه. از همون خاطر یک مباهله را الله پیغمبر علیه السلام با یهود کرد که بیایید برایم مرگ طلب بکنیم. شما خو میگی جنت از برای ماست، لیکن بیایید که مرگ طلب بکنیم. و آمدن نشدن در میدان نبر آمدن. چرا؟ میفهمیدن که مرگ طلب کنیم مرگ سر ما میآید و ما هم رسوا میشیم و هم اونجا عذاب ما اضافه است. نصارا هم به مباهله دعوت داده. قرآن درس میده اگر یک طایفه و گروپ قطعی تو دلیل نمیپذیره، گپ در آخر میرسه، حالی تو برای اعلان کردن منهج حقی خود به مباهله که بیایی برایم در میدان. ابن قیم رحمت الله علیه، شیخ الاسلام رحمت الله علیه اینمی قسم در مباهله برآمده. ابن قیم رحمت الله علیه در مورد صفات الله که امی رقم که در قرآن آمده به الله ثابت است، کیفیتش نامعلوم است. قطعی مردم در مناظره شد، علما قطعش مناظره داشتن که طور نیست. مثل که حالی اکثر علمای عقیده را نداره. این عقیده سلف است در مورد صفات الله، لیکن حالی یا صفات الله را تاویل میکنه یا در قدرت و نعمت معنا میکنه، استوا را به معنای چی؟ تسلط و گپا میگیره. این قسم تاویلات، این تاویلات عقیده سلف صالح نیست بلکه این بدعت است. حالی هم بسیار مردم امی بدعت محکم گرفته. ابن قیم رحمت الله علیه اعلان مباهله کرد. چرا؟ و یقین داشت که اینمی منهج چی است؟ حق است. حالی اما دمی مسئله توحید، دمی مسئله سنت با مردم بالکل آماده با مباهله هستیم که برایم در میدان کل ما دست جمعی دعا بکنیم به دعا که هر کس ناحق است الله تباه کنه. خلاص اینمی طور این آخری راه حل است برای ظاهر شدن حق. نصارا را وقت پیغمبر دعوت داد، نصارا فهمیدن که حالی در میدان برایم گپی ما ختم میشه، ام رسوا ام در بدر و خاک بسر. از او خاطر در مباهله نبر آمدن. فقل بگوی پیغمبر علیه السلام تعالوا بیایید ندعو طلب کنیم ابناءنا اولادی خدا، بچای خدا، و ابناءکم بچای شما را، و نساءنا زنای خدا، و نساءکم زنای شما را، و انفسنا نفسای خدا، و انفسکم نفسای شما را در یک میدان جمع شویم. ثم نبتهل باز و بسیار زاری و عاجزی طلب بکنیم. نبتهل اینمی را مباهله میگه،
یا ثم نبتهل، بعد از او مباهله بکنیم یعنی بددعا بکنیم به بسیار عاجزی. فنجعل، آرزو کنیم بگردانیم لعنت الله، لعنت الله را علی الکاذبین، هر کسی که دروغ گوی است. اینک از رحمت خصوصی الله همون طایفه محروم شود. چی کردن دیگر؟ این مردم فهمیدن که عالی جای هلاکت ماست، هیچگاه حاضر نشدن در پیش کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. انسان امو دین را پیروی بکنه که واقعا اساس داره، یقین سرش داری، متردد و متزلزل نباشی، چشم روزواره برات روشن ثابت باشه. الحمدلله ما که کدام کار انجام میدیم یقین ما سرش ثابت است که توسط سنت رسول الله ثابت است. و ما به هر کس میگیم که انتقاد داری بیای شما سر ما انتقاد بکنی، سند و دلیل برات میدیم. اتو نمیکنیم که این طرف و طرف خدا بزنیم، نه، صریح سنت صریح و ثابته براتان پیش میکنیم که نه، اینی طریقی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ان هذا لهو القصص الحق، یقینا اینمی قصه عیسی علیه السلام از جمله قصه های حق و ثابت و راست است. و ما من اله الا الله، نتیجه تمام قصه ها اینمی است که نیست معبود لایق پرستش و بندگی الا الله، بغیر از یک الله. نه عیسی علیه السلام الله شده میتونه، نه زکریا علیه السلام، نه مریم، هیچ کدامشان. و ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی لهو العزیز، امی الله زبردست است، ارادش نافذ است، کسی نمیتونه اراده الله را بگیره. الحکیم، و حکمت والاست، الله میتونه اینمی طور مردم را کلگی به یک دین جمع کنه، هیچ نظریه و شک باقی نمانه. لیکن اختیار به مخلوق خود داده تا که الله تبارک و تعالی نتایج بنابر اختیار مرتب بسازه که کی رای خوبه میره، کی رای بده، بعد از اون نتیجه سرش مرتب شود. الحکیم، و حکیم است یعنی حکمت والاست، بنابر همی حکمت به مردم موقع میده. مردم خیلی بدگویی و غلط کاری میکنه، لیکن الله میدان برش اعلان کرده تو باش تاکیه، تا چه قدر خیز میزنه، تا چه قدر میدوه، تا چه قدر دلیلی باطل میگه، آخر کدام طرف. خب فین تولوا، اگر یا اعراض میکنن نمیپذیره ای واقعیت که عیسی علیه السلام بنده الله و رسول الله است، فان الله، یقینا الله تبارک و تعالی علیم، خب عالم است، بالمفسدین، و کسایی که فساد پیش میکنه. اینجا فساد عبارت است دعوت به سوی شرک است، دعوت به سوی مخلوق پرستی است. چرا نصارا ادعا میکردن که عیسی علیه السلام بچه الله است، متصرف است از جانب الله؟ چرا؟ به خاطر کوری مادرزاد بینا میشه، مرض پیس جور میکنه. این حالات دیده بود، مردم دعوت به این میداد. این را میگه مخلوق پرستی، و از قرآن معلوم میشه که دعوت به سوی مخلوق پرستی بزرگترین فساد است. چرا که مردم عقیده خدا چی میکنه؟ عقیده صحیح خدا از دست میده، گم میکنه. مثل که آلی مردم مسلمانی ما همینطور شده، دعوت به سوی مخلوق پرستی هست، سری مردم اشتباهات آمده، نامش میمونه وسیله. ما ای را از خودش طلب نمیکنیم، چی میکنیم؟ وسیله میکنیم. وسیله خو اصل صفات الله است، صفات الله را وسیله کو، عمل صالح تا وسیله کو، آن چیزی که به دلیل صحیح ثابت است او را وسیله کو. این خود دلیل نداره، لیکن بعضی مردم چون این نکته ها را نمیفهمه، بیچاره در دام ازوا چی میشه؟ گیر میشه، باز اون همونطور حالت خراب پیدا میکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.